بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. از شرح السنة از امام بربحاری که ما در نقطه رسیدیم که میفرماید شیخ که اعلم ان الخروج عن الطریق على وجهین، بدون که بیرون شدن از راه با دو جهت است. بیرون شدن از راه با دو جهت است. خوب گوش بدید. اما احدهما، اما یکی از آنها، یکی راههایی که انسان از راه بیرون میشود دو تا بوده است. یکی از آنها فرجل قد زل عن طریقی، مرد انسانی که راه را گم کرده است ولیکن وی جز خیر چیزی را نمیخواهد. انسان با دو جهت از راه بیرون میشود. یکی از آنها انسانی که راه را گم کرده است ولیکن جز خیر چیزی نمیخواهد. از این انسان از آن خطاگی که آن در آن گرفتار شده است پیروی کرده نمیشود، چون این خطاگی هلاک کننده است. وی راه هلاکت را انتخاب کرده است. و رجل عاند الحق، و انسانی که حق را سرپیچی کرد، از حق سرکشی کرد، حق را مخالفتی نمود، اگرچه که در قبل از متقی ها بود، پرهیزگاران بود. فهو ضال مضل، و گمراه شده است و گمراه میکند، گمراه کننده است. و شیطان شده است، شیطان انهمی اومد شده است. حقیقت است این که هر کس اگر او را شناخت مردم را از او برحذر کناند و بر مردم قصه اون را روشن نماید تا که با بدعت او دیگران هلاکت نگردند. این کلمات را اکنون شرح میدهیم. هنگامی که شیخ وصف نمود در کلام سابقه‌اش راه صحیح را، راه صحیحی که واجب است بر مسلمان آن را اقتدا نماید و از آن راه صحیح و درست و عقیده درست با دینش پیروی نماید، سپس ذکر نمود که خارج شدن، بیرون شدن از این راه حق با دو راه است، با دو جهت است. جهت اول را گفت که مرد اول، انسان اول که قصداً راه حق را مخالفت نمی کند بلکه اراده خیر دارد ولیکن راه غیر خیر را انتخاب نمود، راه نادرست را انتخاب نمود، چون در اینجا دیگر اجتهاد بسندگی نمی کند اگرچند که نیت صاحبش نیکو باشد و مقصد هم نیکو باشد. برای همین ضرور است که با همراهی نیت اراده راه صحیح و طریق درست باشد. پس این انسان به اعتبار گرفته میشه که وی خطا کرده است، و هر کس که در خطای وی را موافقت نماید با همراهی وی قرار میگیرد، با خطای وی شریک میشود. اگر این خطا را میدوند پس وی هلاک میگردد، چون این راه هلاکت است اگرچند که صاحبش قصد این راه هلاکت را هم نداشته است، چون اراده خیر داشت. ولیکن شخص دومی که از او پیروی مینماید از خطای وی است که هلاک میشود و هلاک میکند. و این حال بیشتر از مردم هستند امروز که نوآوری ها میکنند در نفس های خود، در علم عقیده، که در حقیقت که جایز و روا نیست. پس از او پیروی کرده نمی شود، چون صاحبش در راه صواب و نیکو نیست. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه، به درستی که این راه من راه مستقیم است، پس از این راه مستقیمی که راه من است از این پیروی نمایید. ولا تتبعوا السبل، پس راههای گوناگون دیگری را کج و کلج را پیروی نکنید. فتفرق بكم عن سبیلی، پس شما را این راههای دیگر از راه الله میزند. پس کدام راه است که ما را از راه مستقیم دور میسازد و هر راه است که ما را از راه مستقیم دور میسازد ما آن راه را رد میکنیم، اگرچند که صاحبش قصد خیر داشت، نیت نیکویی داشت. ما در آن قصد خیر و نیت نیکویی آن که وی اشتباه کرده است از آن پیروی نمیکنیم. پس او انسانی که نیت خیر داشت و قصد نیکو داشت ولیکن راه درست را انتخاب نکرد، اگر با این راه نادرست رفتن گرفت، با این خطاگیش قدم گذاشتن گرفت، به سوی هلاکت میرسد. چون هر کسی که راه راست و درست رو در سفرش اگر که ترک کرد، راه دیگر رو انتخاب کرد، راه هلاکت رو انتخاب میکند. اما مرد دوم و قصدی بیرون شدن از این راه را در اول کرد، حق را میشناسد و میدوند در آنجا که وی در باطل است ولیکن قصداً این راه را انتخاب نماید، از حق بیرون میشود، قصدی گمراه کردن مردم را دارد. اولین این مردان قصدش اصلاح مردم بود ولیکن راه صحیح را انتخاب نکرد، ولیکن دوم قصداً مردم رو از راه حق بیرون کرد، آنها را از راه حق دور ساخت. معلوم میگردد که دومین از این مردان شیطان است، از این ایزونه شیطان است، چون شیطان همیشه عادت آنها مردم را از راه حق دور کردن است. ابلیس به پروردگارش گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، حتما من مینشینم در راه صراط تو، در راه آنها را از صراط تو میزنم. میخواست که مردم را از راه حق
منحرف بسازد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد هم مثال زد. هنگامی که یک خط مستقیم خط راست کشید و در اطراف این خط مستقیم خطهای دیگری هم کشید و گفت که این خط مستقیم است، این راه الله است و این خطهای دیگری که هستند این سبول، این راههای گوناگون است و بر هر این از این راهها شیطان نشسته است، مردم را به سوی گمراهی میکشاند، دعوت مینماید. این مثال واضح از رسول الله است، مطابقتی مینماید آنچه که شیخ ذکر نمود در اینجا. پس آن کسانی که مردم را از راه حق دور میسازند و آنها را به راههای بدعت و گمراهی ها میپیوندند، برای آنها خیر نمیخواهند، برای آنها هلاکت میخواهند، پس او شیطان است، چی شیطان جنی باشد و چی شیطان انسانی باشد. بر ما است که از این گونه شیطانا برحذر باشیم، سخت‌ترین برحذر کردن را از آنها داشته باشیم، چون این قصداً مردم را میخواهد گمراه بسازد و گمراه بکند. و قول مؤلف که و هو ضال مضل شیطان مرید، و ضال است، گمراه است و گمراه کننده است، و شیطان است و هو ضالون و در نفسش گمراه است و مضل و گمراه کننده از غیرش را، و شیطانی مرید است، متمرد سرکش است، چون مردم را از راه مستقیم دور کرده است. و قول مؤلف که حقیق علی من عرفه، اگر هر کسی که او را شناخت، ان یحذر الناس منه، مردم را از او برحذر کنند، دور بسازد، و یبین للناس قصته، قصه او را به مردم بنماید، لئلا یقع فی بدعته احد فیهلک، تا اینکه کسی در بدعت او واقع نشوند و هلاک بگردند. چون این انسان از حق قصداً بیرون شد و در این هنگام انسان قصداً از حق بیرون شد، حق را نپذیرفت، جایز نیست در حق این انسان سکوت نماید نسبت بر او، بل واجب است که امر او را کشف نماید و خاری او را کشف نماید و مردم را از او برحذر نماید. و گفته نمیشه که مردم در فکر اندیشه ها پیروی از کسی آزاد هستند، یا که گفته نمیشه که احترام سخنان دیگران یا که احترام کلمه، چونه که الان حاضر این سخنها را بعضی از خار و ذلیل شدگان میگویند، احترام فکر اندیشه دیگران، چون اینجا مسئله فکر اندیشه دیگران نیست، مسئله پیروی است، چون برای ما الله سبحانه و تعالی راه را بیان کرد واضح روشن و بر ما گفت که شما از همین راه پیروی نمایید و فرمود و ان هذا الصراط، بدرستی که ان همین راه صراط من است، مستقیم من است، پس از این پیروی نمایید. و هر انسانی که آمد به نزد ما را خواست که از این راه دور بسازد، ما اول او را رد میکنیم سخنش را، سپس بیان نماییم حق را و از او دیگران را برحذر میکنیم و از او سکوت را اختیار نمیکنیم. اگر ما از او سکوت را اختیار کردیم، مردم با او مغرور میشوند، خاصتا اگر صاحب او بدعتکار زبان تیز و فصیح داشته باشد، ثقافت ملی داشته باشد، مردم با او مغرور میشوند و راه هلاکت را با دست خود انتخاب میکنند. این از مفکران و هر راههای گم کردگان است. این حاصل آن چیز است. پس مسئله خطر است. در این هنگام واجب است رد نمودن مخالف، برعکس آن کسان میگن ای ترکش که بگذار مردم رو به آنچه که در گمراهی هستند، یا که مردم را احترام کنید، یا که آزادی فکر و اندیشه، یا که آزادی کلمه. با این سخنان زهرآلود که در نظر انسان مثل عسل میتابد هلاک میکنن امت را. سلف صالح سکوت نکردن مثل این بدعتکاران، بلکه بدعت‌های آنها را آشکار کردند، بر آنها رد کردند، چون که آنها بر امت خطر بودند و هنوز هم از شر آنها ما خاموش نمیستیم، بلکه شر آنها، بدیهای آنها را کشف میکنیم و ضرور از بیان کردن آن چیزی که الله نازل کرده است، و الا ما از جمله کتمان پوشندگان علم قرار میگیریم. آن کسانی که الله در شأن آنها فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا، به درستی که آن کسانی که پنهان می‌نمایند آن چیزی را که ما نازل کرده من البینات، از آن چیزی که بیان شده است، و الهدایت من بعد ما بیناه للناس، بعد آن که ما برای مردم آن را بیان کردیم از کتاب، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینها آن کسانی هستند که آنها را الله و پیام لعنت کنندگان لعنت میکنند. این کسانی که علم را پنهان میکنند، پس کوتاهی نمیکنیم در امر بدعت
بدعتکار و در شأن اون هم سکوت رو اختیار نمیکنیم، چون در برگیرنده مذمت و عقاب قرار میگیرد انسان، چون واجب است بیان کردن و روشن کردن حقیقت برای مردم. این وظیفه است. رد نمودن ردود علمی. پس ما قصد حق میکنیم و مردم برای راست تلاش می‌نماییم راهنمایی کنیم و قصد ما بیان حق است. این امانت است که بر دوش علما این رو الله گذاشته است. خاموش نیست، جایز نیست که انسان خاموش بایستد و سکوت رو اختیار نماید در این. ولیکن متاسفانه اگر کسی بیاید و مثل آنها را کشف نماید، آنها را مثل امثال آنها را بیان نماید، نسبت او سخنها میکنند و گپها میگویند. بلکه جایز نیست که اهل علم را خار کرده و واجب است که آن کسانی که رونمود هستند به مانند اهل علم خود را میگویند ولیکن به سوی گمراهی ها مردم را راهنمایی میکنند، حقیقت آنها را کشف کرد تا که مردم گمراه نشوند و راه گمراهی را انتخاب نکنند. برای همین شیخ در دوام فرمود که و علم بدان رحمك الله الله تو را شایسته رحمت و مغفرتش قرار بدهد انه لا یتم اسلام عبد، که اسلام بنده کامل نمیشود حتی یکون متبعا مصدقا مسلما، حتی اینکه پیرو کننده قرآن و سنت باشد، تصدیق کننده قرآن و سنت باشد و تسلیم شونده آن باشد. فمازم انه قد بقی شیء من امر الاسلام لم یکفیناه اصحاب السلام، و هر کسی گمان برد که به درستی که چیزی از امر دین باقی مانده است که آن را اصحاب رسول الله و اصحاب پیامبر بیان نکردند، فقط کذبهم، به درستی که آنها را دروغ شمرده است. و کفى بهذا فرق، بسنده از آن همین جدایی و طعن بر آنها به صحابگان کرام. و هو مبتدع ضال مضل، هر کس این سخن را بگوید و مبتدی بدعتکار است و گمراه است و گمراه کننده است. محدث فی الاسلام ما لیس منه، در اسلام چیزی را پیدا کرد که اصلا از اسلام نیست. این کامل کننده کلام سابقه است که گفت لا یتم اسلام عبد حتی یکون متبعا، اسلام بنده که اسلام انسان کامل نمیشد حتی ای که متبع پیرو قرآن و سنت باشد، پیرو صحابگان کرام و تصدیق کننده آنها و تسلیم بر حکم آنها باشد. پیرو باشد، نه پدید آورنده باشد، بدعتکار باشد. تصدیق کننده باشد، نه شک در دین باشد. تسلیم باشد به کتاب و سنت. چون این امرها است که باید انسان بر این تسلیم باشد. جای جنگ و جدالش نیست. در برابر فرمان الله و رسول الله تسلیم میشویم و جای جنگ و جدال در این امر نیست و رأی و فکر اندیشه خود را دیگر جای دیگری میگذاریم. هنگام کلام الله و کلام رسول در آنجا قرار داشته باشد. و شیخ میفرماید که فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام، اگر هر کسی گمان برای که چیزی از امر اسلام باقی مانده است و اصحاب پیامبر آن را کامل نکنند، بدون که در حق آنها دروغ شمرد، دروغ گفته است. هر کسی گمان برای که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیان حق کمبودی کردند، در بیان حق کمبودی ها کردند و مردم را از راه رسول الله دور کردند، یا گمان برد که در چهارچوبه کتاب و سنت و اقوال صحابگان کرام سلف امت چیزی هست که بعد آنها اضافه نمایند یا کم نمایند، این برای مردم بدی میخواهد، گمراهی مردم را میخواهد. چون صحابگان کرام رضی الله عنهم هیچ چیزی را ترک نکردند آنچه که از رسول الله شنیدند از اوامر او، مگر اینکه بر امت آن را رساندند با امانت، برای امت آن را بیان کردند. چون برای همین تفسیر صحابه از تفسیر هر کس دیگری دیده مقامش بالاتر گذاشته می شود، چون آنها شاگردان رسول الله هستند. از رسول الله قرآن را شنیدند، از رسول الله احادیث را شنیدند، از رسول الله بیان قرآن را شنیدند و عمل رسول الله را با قرآن هم دیدند و آن را برای ما با امانت نقل کردند و هیچ چیز را ترک نکردند مگر اینکه برای امت بیان کردند. پس هر کسی گمان برد که اونها تقصیری کردند، چیزی از امور دین را ترک کردند و به مردم نرسانیدند، به درستی که نسبت آنها افترا و کذب را بسته است و گمراه است و گمراه کننده است. مردم را در دینشون در شک می‌افتاند. در این حمله کردن آنها به سوی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را خائن قرار داده است. این راه اهل بدعت است که نسبت صحابگان کرام خیانت‌ها می‌گویند، سخن‌ها می‌زنند، تهمت‌ها می‌کنند، به خاطر آنه که این واسطه‌ای که آنها بین پیامبر هستند آن واسطه را کنده بکنند. پس واجب است بر حذر بودن از این گونه انسان‌ها. باید قدر صحابه را دانست، مکانت جایگاه آنها را نیز قدر کرد. از قرآن ما را از کجا آمد؟ این احادیث از کجا آمدند؟ این فقه از کجا آمد؟ مگر از جهت صحابگان کرام. آنها حاملان این قرآن و سنت و این فقه بودند که برای ما رساندند، کاملا برای ما درست پوره رساندند.
و هیچ چیزی رو از دین که میدونستن ترک نکردن مگر اینکه اون رو برای ما رسوندن. پس اینها باورناکترین مردم هستند که الله این صحابه رو بر پیامبر برگزید و پیامبر آنها نسبت دادند، چون الله آنها را انتخاب کرد. صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله که از رسول الله این قرآن را بر دیگران و احادیث بر دیگران برسانند و این دین جاودانه باقی بماند. الله آنها را انتخاب کرد، اختیار کرد. پس کسی پیدا میشد نسبت آنها تهمت میزند، نسبت آنها سخنها میگوید، آنها را بر تهمت میزند، نسبت آنها سخن میگوید، آنها را ناعدالت میگوید. پس این سخن رو کس نمیگه مگر کسی که گمراه است و گمراه کننده است. میخواد امت رو پراکنده نماید، میخواد آن واسطه که بین ما و بین صحابه است آن را قطع نماید، چون آنها کسانی هستند از رسول الله علم آموختند. چون بین ما و بین رسول الله قرنهای گوناگون است و آنها این را برای ما قرن به قرن رسوندن. پس صحابگان مکرمترین بندگان الله هستند، چون برای ما این دین رو از رسول الله گرفتن و رسانیدن. پس هر کسی نسبت آنها چیزی بگوید و بگوید که در دین چیز کم است، پس وی بدعتکار است، گمراه است و گمراه کننده است. در دین چیز رو پیدا کرده است که از دین نیست، این چون قصد همون است. در اسلام چیزی رو پیدا نمودن که در دین نیست. اگر امکان متمکن میشد، امکان پیدا میکرد، در دین طعنه میزد، دروغ میشمارید، خیانت میکرد. پس این همون دین است که ما باید بر سوی آن دین راهنمود شویم، چون هدف اینا تکذیب کردن صحابگان کرام است، آنها را خائن و کمبود در حق آنها کردن است. فرصتی را میخوان پیدا نمایند تا که با واسطه این مردم را گمراه بسازند، گمراه بکنند. سپس از عقلهای خود، از اندیشه های خود به مردم آن چیزی که میخوان برسونند و گمراه شدند و گمراه بکنند. چون آنها کسانی هستند که سنت پیامبر را تبدیل دادند، دروغ کردند، دروغ شماریدند، احادیث صحیح را ترک کردند و ضعیف چیزایی که از او ثابت نشده است گرفتند و آنها را با سندها بر مشایخ و علما نسبت دادند و گمراه شدند، گمراه کردند. این واضح هست اگر هر کس که بوی حقیقت رو فهمیده باشد. ولیکن الحمدلله دین الله سبحانه و تعالی باقی میماند. از هر رذیلی ها، از هر گمراهان و گمراه کننده ها الله کشف نماید حقیقت آنها را و نور حق را در این جهان روشن میکند و حق را برای مردم به هر راهی که باشد میرساند و تکذیب این دروغ شماران را نیز میشکند و برطرف میکند و حق را مثل آفتاب تابان برای مردم منور می‌سازد. در اینجا توقف می‌نمایم از این شرح سنت از بربهاری، چون وقتم نزدیک شده است برای نماز. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.